اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. الحمد لله که الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب کرد که در سپاره 30 قرآن عظیمشان برسیم. آخری سپاره از سپاره های قرآن عظیمشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره النبأ. این سوره نبأ هست. سوره نبأ مکیتون، سوره مکی هست. در این سوره مبارکه الله متعال انذار میته به عذاب قریب و بشارت میته به کسانی که این رسالت میپذیرند. و چون سوره مکی هست، در این سوره دلایل اثبات قیامت است و در سوره های مکی همیشه اساسات اعتقادی، اصول اعتقادی و دلایلش بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمه. این عمک است، اصلا عن ما هست. عن به معنای از، ما چی، و نون در میم ادغام شد بالاخره. عمه، از چی چیز یتساءلون، سوال میکنن مردمای بیدین. عن النبأ العظیم، از یک خبر بسیار بزرگ. الذی، او خبری که هم ایشان فیه در آن مختلفون، اختلاف نظر و عقیده دارن. کلا لیس الامر کما یزعمون، یعنی کلا حرف رد هست، هرگز نی یا هرگز نمی شود چون اونا فکر میکنن. سیعلمون، زود است که بدانن. ثم، سپس، کلا سیعلمون، زود است که بدانن. الله متعال میگه وقتی اینا در قیامت و در بعث در این مسائل مشکل دارن، پیشرویشان دلایل هست که به این دلایل تفکر میکنن. الله متعال میگه الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین نگشتاندیم مثل مهد. مهد گهواره هست که دو طفل آرامش میگیره و این زمین مثل گهواری است که انسان ها دو چی احساس آرامش میکنن. و الجبال اوتادا، و آیا نگردانیم کوه ها را مثل میخ ها. متخصصین زمین شناسی در اعجاز قرآن عظیمشان این ذکر میکنن این آیت قرآن و میگن که حال وقتی که متخصصین زمین شناسی کوه ها را تصویر گرفتن، میبینن که کوه ها مثل میخ واره، نصفش در سر زمین است، نصفش و نصف دیگهش در زیر زمین است، مثل میخ واره گذاشته شده است. الله متعال در قرآن 14 قرن قبل گفته است که والجبال، و ما خلق کردیم کوه ها را اوتادن، مثل میخ ها در زمین. و خلقناکم ازواجا، الله متعال میگه شما را هم با قدرت خود خلق کردیم، جفت جفت، مذکر و مؤنث. و جعلنا، و گردانیدیم، نومکم، خوابتان را، سباتا، وسیله آرامش. و جعلنا اللیل، و خلق کردیم شب را، لباسا، مانند یک لباس شما را می پوشانه. و جعلنا النهار، و گردانیدیم روز را، معاشا، وسیله زندگی و معاش. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، و بنا کردیم بالای سر شما 7 سقف محکم، شدادن، آسمان محکم. و جعلنا، و خلق کردیم سراجا و حاجا، آفتاب که مثل چراغ درخشان هست. و انزلنا، و نازل کردیم، من المعصرات، از ابرها، ماء، آبی را که ثجاجا، خوب ریزان هست، میریزه. لنخرج، تا که خارج کنیم، بهی، توسط امی آبی که از ابرها پایین میشه، حبا، حبوبات و دانه ها را، و نباتا، و نباتات و گیاه ها را، و جنات، و باغهای الفافا، در هم پیچیده، لفیف،
التفاف در هم پیچیده. این یوم الفصل، یقینا که روز فیصله که روز قیامت است، کان میقاتا یک وقت مقرر هست. یوم، روز قیامت روز است که ینفخ فی الصور، نفخه میشه، دمیده میشه در صور. فتأتون افواجا، باز شما میایین فوج فوج. و فتحت السماء، و باز کرده می شود آسمان. فکانت ابوابا، باز در آسمان دروازه ها می باشه. و سیرت الجبال، و سیر و حرکت می کنند کوها. فکانت می باشه کوها سرابا، مانند سراب. سراب امو یگان چیزی که انسان تشنه وقتی که در سرک میره، در روی سرک چی رو میبینه؟ مثل آب میبینه، اما حرکت داره. کوها و نمو قسم مثل سراب واره در نظر مردم معلوم میشه. این جهنم، این یقینا که جهنم، آتش جهنم یا خود دوزخ که از کانت هست، مرصادا، در ترصد و انتظار کننده. للطاغین، این دوزخ برای انسانهای سرکش، مآبا، قرارگاه و جای بود و باش است. لابثین، لبس میکنن یا میباشن، فیها، در امی دوزخ، احقابا، قرنهای پی در پی یا مدت زیاد. احقاب یعنی مدت بسیار زیاد. لا یذوقون، نمی چشند، فیها، در این دوزخ، بردن، کدام سردی را، ولا شرابا، و ننوشیدنی را، الا مگر حمیما، آب جوش، و غساقا، و زرداب و آبهایی که از اندام دوزخی ها بیرون شده است. چرا این بدبختی ها بر از اینا هست؟ جزاء، این جزا هست که وفاقا موافق است با جرمشان. برای هر کس جزایی داده میشه موافق به جنایتش در دنیا. انهم، این مردم، کانو بودن، لا یرجون حسابا، که توحید در رجا را نداشتن، امیدوار محاسبه نبودن. و کذبوا بی آیاتنا کذابا، و تکذیب کردن به آیات ما، کذابا، به تکذیب کردن. و کل شیء، و هر چیز را، الله متعال میگه احصیناه، ما احصایه و حساب گرفتیم، کتابا، در یک کتاب. فذوقوا، پس بچشید، فلن نزیدکم، زیاد نمیکنیم برای شما هرگز، الا عذابا، سختترین جزا بر دوزخی ها همی است که برشان گفته میشه که جزای شما زیادت عذاب است. در مقابل از اینا، ان للمتقین، بر انسانهای موحد، مؤمن، متقی، مفازا، کامیابی است. حدائق، باغ هاست، و اعناب، انگور هاست، و کواعب، و دوشیزه های اطرابا، همسن و سال است. و کأسا دحاقا، و جام های دحاقا، پرشده از نوشابه ها. لا یسمعون فیها، نمیشنوند در این جنت، لغوا، سخنهای بیهوده، ولا کذابا، و نه هم دروغ. چرا؟ انسانهای با شخصیت از دو چیز متنفر هستند، یکی لغو و یکی هم دروغ. در لغویات انسانهای بی شخصیت بسیار مصروف می باشند، و در دروغ هم انسانهای بی شخصیت مصروف می باشند. جنتی ها که موجودات با شخصیت هستند، لغو و دروغ نمیشنوند در جنت. این جنت جزا هست، پاداش است، من رب، که از جانب رب تو، خالق تو، عطاء، که این جنت یک بخشش است. شما با ایمانتان، با عبادت و تقوایتان جنت حاصل کرده نمیتونین، بلکه انسان وقتی که متقی میشه و با ایمان و با تقوا میباشه، مستحق رحمت الله میشه. پس این جنت که است، این بخشش الله هست.
رحمت الله هست که عطا داده میشه حسابا با حساب. رب السماوات و الارض، الله رب آسمان ها و زمین است، خلق کننده آسمان ها و زمین است. و ما بینهما و خلق کننده آنچه که در آسمان و زمین است. لا یملکون، هیچ کس مالک نمی باشند، منه از الله، خطابا حتی در سخن گفتن. در روز قیامت حتی جرأت سخن گفتن ملائکه و پیغمبرا و مخلوقات نمی داشته باشند. یوم روز قیامت یقوم، استاد می شود الروح و روح الامین که جبریل امین علیه السلام است، و الملائکه و دیگه ملائکه الله، صفا، کلشان استاده میشن صف بسته. لا یتکلمون، سخن نمیگن، الا مگر من، کسی که اذن، اجازه بدهد بر ازو، الرحمن و الله الرحمن، و قال صواب، باز میگه سخنهای صواب. یکی ثواب است به سه، یکی صواب است به صاد. صواب به صاد ضد خطا هست، یعنی سخنهایی که در او خطا نمی باشه، راست می باشه. و ثواب با ضد گناه هست. اینجا صواب سخنی که در او غلطی نباشه. ذالک الیوم الحق، این روز حق است، روز قیامت، روز توحید است، روز موحدین است، روزی است که حقیقتا واقع میشه. فمن شاء، پس هر کسی که خواسته باشه، اتخذ، بگیره، الی ربه، به نزد پروردگار خود، مآب و مرجع و جای. کسی که عقل داره به پروردگار خود رجوع میکنه و جای آرامشه به نزد الله میخواهم. انا انذرناکم، الله متعال میگه ما ترسانیدیم شما را از عذابا قریبا، از عذاب که نزدیک است، یوم روز قیامت، روز است که ینظر المرء، نظر میکند یک شخص. چی را نظر میکنه؟ میبینه ما قدمت یداه، آنچه را که خودش انجام داده، با دست خود انجام داده، تمام اعمال خودش میبینه. و یقول الکافر، باز در روز قیامت انسان کافر چی میگه؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش که من هم خاک میشدم. چرا بسیاری از حیوانات اینا خاک میشن، حشر نمیشن، جمع نمیشن، و یا حیواناتی که حشر میشن یک مرتبه، پسان کلشان چی میشن؟ به خاک مبدل میشن، از بین میره. کافر میگه کاش که همه مثل می حیوانات میبودم، مثل یک مرکب میبودم، مثل یک گاو میبودم، خاک میشدم، از من محاسبه صورت نمیگرفت.